این یکی از شفاخانه‌های خصوصی در هرات است. روزانه تا 500 مریض به خاطر تشخیص و تداوی به این مرکز مراجعه می‌کنند. دکتران میگویند طی سالهای اخیر ظرفیت‌ها بلند رفته و امکانات خوبی در اختیار دارند، تا جایی که حتی پیوند کلیه و تعویض مفصل را هم انجام می‌دهند. تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل ران و همچنین شکستگی هایی که برای حوصله یا لگن اتفاق میفته، اونها به شفاخانه مهربان انجام میشه. و همچنین جراحی های لایزری یا آرتروسکوپی زانو، چون فوق تخصص زانو دارم، اینها کلا به هرات به شفاخانه مهربان انجام میشه. ما انشالله به شکل تام 100% در زمان نه چندان دوره این ادعا داشته باشیم که مریضامو به 100% نرم ببینیم. برخی از این شفاخانه‌ها بخش‌های عمده تخصصی و فوق تخصصی را ایجاد کردند و دکتران عملیات‌های پیچیده را انجام می‌دهند. کم کم روش تداوی در این شفاخانه‌ها با شفاخانه‌های کشورهای همسایه رقابت می‌کند. کارهایی که ما انجام بدیم فعلا همجوار یا همسد خیلی خدماتی که در کشورهای همسایه انجام بدیم و ما در صدد از این هستیم که بتونیم که با به دست آوردن بودجه و دیگه سرمایه‌گذاری اقتصادی بتونیم بیشتر از این کار بکنیم. با این حال اداره صحت عامه هرات میگوید هدف آنها توسعه خدمات صحی است تا تمام مردم به این خدمات دسترسی داشته باشند. اما طبابت اخیراً بهتر شده و بخش‌های خصوصی با امکانات و ظرفیت خوبی مجهزند. یک سری مشکلاتی که در گذشته ها وجود داشت بحث خدمات تخصصی که اگه ده مریض ها واقعا به منظور رفع مشکلات که داشتن برای خدمات فوق تخصصی بیرون از کشور می رفتن. الحمدلله امروز در سطح ولایت هرات زمینی ارائه خدمات فوق تخصصی هم گام های بزرگی برداشته شده. بخش های یورولوژی یا پیوند کلی، عملیات تعویض استخوان، تداوی سرطان ها و عملیات های لیزری نمونه های بارز هستند که فعلا امکانات تداوی آن در این شفاخانه ها وجود دارد. حمایت دولت هم لازمه، مردم هم باید حمایت کنم از متخصصا و از دکترای و از کسایی که در این بخش هستن باید حمایت کنم، دو جانبه حمایت لازمه. در حال حاضر حدود 100 شفاخانه و کلینیک خصوصی در کنار شفاخانه های دولتی هرات مصروف ارائه خدمات صحی می باشند.